ورد سفید چیست؟ چگونه میتوان خواسته های محال ما به وسیله ورد سفید محقق شود؟ دوستان عزیز و همراهان گرامی، درود بر شما. قبل از توضیح راجع به ورد سفید میخوام شمه ای از تصورات انسانها در طول تاریخ رو براتون بگم. اینکه انسانها در هر جایگاه، مقام و منزلتی که بودند، در عمق وجود خودشون خواسته، باور و یک آرزوی مهم داشتند که گاهن اون رو به اسم مراد دل هم نامیده میشد. خواسته ای که سالیان سال، گاهن تا آخر عمر با اون زندگی میکردند و خیلی ها به ظن و به گمان این که این خواسته دست نیافتنیه، از دیگران اون رو مخفی پنهان نگه می داشتند و به فکر و تخیل و تصور راجع به اون در خلوت خودشون رضایت می دادند. طلسم ورد سفید دقیقاً منتسب به برآورده کردن این خواسته به اصطلاح محاله. ورد سفید جدایی از تصورات دیگران راجع به اون درست یا غلط بودن خواسته فقط و فقط به مراد دل شخص مربوطه و اگر این طلسم به درستی اجرا بشه قطعاً نتیجه قطعی رو خواهی گرفت. دوستان و همراهان عزیز، در ادامه جهت همیاری و همکاری ما، اگر این کلیپ رو از یوتیوب مشاهده میکنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. اگر از این اینستاگرام میبینید، این پست رو ذخیره کنید، لایک کنید یا برای همراهان و دوستان و آشنایان خودتون بفرستید تا همیشه مطالب بیشتری از علوم غریبه در اختیار شما باشه. شرط اول اینکه روز شنبه به 3 وعده، طلوع آفتاب، هنگام ظهر و هنگام غروب اجرا بشه. آداب اجرا باید به صورت طوری باشه که بدن کاملا پاک و طاهر در اتاق ساکت و پاکی بنشینید. بر روی 3 برگه سفید بدون خط با 3 رنگ با 3 خودکار، هنگام طلوع آفتاب با رنگ آبی، هنگام ظهر سیاه و هنگام غروب با قرمز، عیناً همین طلسم ها رو بدون کم و کاست بنویسید. در این قسمت نام خودتون و نام مادرتون رو بنویسید و در این قسمت خواسته خودتون رو بنویسید. در هنگام طلوع آفتاب طلسم رو به این صورت تا کنید. سپس در مخلوطی از گلاب که با آب قاطی شده بزنید و از آن آب و گلاب بنوشید. سپس طلسم رو در زیر یک سنگ دفن کنید. طلسم دوم رو هنگام ظهر با آدابی که گفتم کتابت کنید. با 7 فلفل سیاه، مستکی و کندر بسوزانید. طلسم سوم رو هنگام غروب درون اون رو سوزنی قرار بدید و بر روی درختی که گذر انسان نباشه آویزان کنید. چرا گذر انسان نباشه؟ چون انسان‌ها کمی کنجکاو تشریف دارن و اگر ببینن که چنین چیزی هست و گذرشون هست، اون رو میکنن و زحمت شما برباد خواهد رفت. تمام این 3 تا طلسم رو دقیقاً در روز شنبه در 3 وعده‌ای که گفته به همون صورتی که هر وعده کتابتش جدا باشه بنویسید با آدابی که گفتم. سپس دستورات اجرا رو انجام بدید. به این صورت اون خواسته یا اون چیزی که درون شما وجود داره و به اصطلاح دیگران محال و غیر ممکنه برآورده خواهد شد. این یکی از عجیبترین و قدرتمندترین طلسم هاست که در دنیا و در علوم غریبه زبان زده خاص و عامه. با تشکر از شما دوستان و همراهان گرامی.